соя чӣ гап шуд? Полис омад. Зуд аз он ҷо баро. майлаш шуд, ман мебароям. туро дидам? Не, надиданд. Аммо ту зудтар бош. اتاق مخصوص حفظ حجت‌ها را می‌دانی؟ در آخری راه. آماده ای؟ تو هم همینجا باش. рафтааст. نفری در اینجا بوده است. در تجهیزات نواری نیست. خدمترسانی تکنیکی جلب زده. زود می‌آمد ناگرفته دستگیر کنیم. اینجا یگان برآمدگاهی دیگر دارد؟ نه. در پس بینایم. زود به اینجا بیا. Шуд, фаҳмо, меоям. نیست پلیس. نگریز. باز اینها نجیب سر دارند. خدایا. سند را باید گیریم. Ман дар паси биноям. Туро намебинам. Дар куҷоӣ? соя нақша дигар шуд. наҷиб сардор ва мемду аз пайи мананд. Туро диданд? не. чӣ кор кунем? аз ҳақиб ба кӯчаи дар омадам. кӯчаи дар паси бино буда. фаҳмидам. меоям. каме дигар сабр кун. تو با آن سو، من به این سو. فهمیدم. یگید дар куҷоӣ? یگید ту маро мешунавӣ? تو حرکت نکن. دستانت را برداشته از ماشین فرا. دوستی من از پی توست. медонам аз ӯ халос шуданиам. کمی دورتر ایستگاه است. تو را آنجا انتظارم. аввал аз ин халос шавам. соя در کجایی؟ полис аз пайи ман аст. наметавонам. соя چه خیلی نمیتوانی؟ یگید овозат намеояд. تو مرا میشنوی соя؟ یگید чӣ мегӯӣ намефаҳмам. акнун худат илоҷатро ёб. барои ту шуда худамро дар хатар намегузорам. به این هم بهانه بسیار. соя تو مرا میشنوی؟ هشت. دیگر چاره‌ای نیست. ایست. سند را از دست داد. اکنون نوبت تو. از جانت سر شدی؟ شد هیچ گپ نه. پلیس
یگیت است باید که میدونستم. سردارم میگریزد. سردارم شما از این مسافه خطا نمیکردید؟ با فکرم پریشان بودید. افسوس که این را هم از دست دادیم. بگذار گرفتن گیرد. یک روز نه یک روز بعد از تمام میافتد. سردارم کجا میگریزد آخر؟ راه ندارد. از او مهمتر در دستمون ببین سند را گرفتیم. انا این خبری خوش. تو با تمام گروه و نشانه های اون شخص را ده. با ثبت نوارها یک نظر کنیم. ممکن چیزی به دست داریم. فهمو سردارم. در آخر این هم معلوم شد. آقای گیت افسوس که از این پس در هدف قرار داری. پلیس آمد. یگیت گفت که تو راو در انبار و میخوریم. من هم به اینجا آمدم. سند چی؟ گرفتیم در دست یگیت. انشالله دستگیرش نکردند وگرنه در بلا میماندیم. تلفن کردم اما جواب نداد. چرا انتظار نشدی؟ چرا او را تنها ماندی؟ انتظار شوم گفتم اما وضعیت بد بود. یگیت هم راو گفته بود. این عملت خطای کلان است. تو از یک طرف اتین از دیگر طرف. به شما چی شد نمیفهمم. دادا التماس بیاید به خونه رویم. التماس دادا. باشه میرویم پروا نکن میرویم. تو هم بسیار گپ نزن. چرا نصف شبی اجازت وارد شوی به محکمه وزارت را خواستید؟ مرحمت با درون داریم جناب. در دستتان چیست؟ سند تاریخ شناس انسرجیان که دعواهای قتل عام را به اساس میخواند. چرا در شماست؟ امشب خواستند که از خزینه آن را دزدند. نخواد. آنجا سخت محافظت می شود. چخیل در اون در آمدند؟ خدمت رسانه تکنیکی رمز خزینه را از انسرجیانی که را بودند گرفتند. و دست آوردن این سند کاری خوب شد. اما انسرجیان در دستشان. این احوال غمگینم میکند. چند نفر بودند؟ 2 کس. سایه گفتنی آدم هم آنجا بود. ماشینش رو خیلی تعقیب کردم اما گریخته خلاص شد. 2 نفر بودند گفتی؟ یک نفر دیگر هم بود لیکن افسوس که او هم گریخته توانست. پیکاس در اینجاست؟ در همین جا سویا هم آمد. بسیار خوب با من او در کار است. ما همه تو را انتظاریم. کجا شدی؟ دیگه چیکار میکنی؟ خلاص کنید یکم کار کنید او را میکشد. نترسید. اینجا بغیر من کسی را نمیکشد. چرا مرا انتظار نشدی؟ چرا نایستادی؟ چرا نامردانه گریختی ها؟ پلیس از پایم بود. سوی ماشین تیر خالی کردند. و زمین تلفن ویران شد. دیگر چیکار هم میکردم؟ با عیب تو خری مرا پاره میکردند. مرا هم قریب دستگیر میکردند. شاید که نادرست فهمیدم. با فکرم راو گفتی. سایه تو با من بازی نکن. فهمیدی؟ نترس بچم نترس. گفتم که با من بازی نکن سایه. با من بازی فایده ندارد. تو دیروز آمدی و امروز کلانیگری میکنی. خودت را دان. طاقتم تاق شد. بس است. همین قدر بس. سند رو ده که آقای ارد سفر دارند. آقای ارد یک چند روز دیگر باید مهمان ما شوند. متاسفانه. تو چی ها میگویی؟ یا گرفته نتوانستی؟ اگر سایه نمیگویی سند از ما بود. در دستت بود. تو گم کردی. یعنی سند را نگرفته اید همین خیل؟ برای چی این خیل کردید؟ بیهنرهای یک پارچه کاغذ را گرفته نتوانستید. ارد میدانی که
ما ملتی مهمان نوازیم، لیکن مهمان هم ادب دارد، وگرنه این را من با جان و دل میفهمانم. یعنی ایزرجیان را اذیت می‌دهد. نجیب سردار، معلوم می شود که شما باز چیزی گفتنی دارید. با او کاری نمی کنند. اجازت نمیدیم. لیکن چرا؟ این مرد رو نکشتند، زیرا این سند برای دیاسپورای ارمنی ها از حیات هم ضرورتر است. هدفشون سند است، نه زبان. شاید داد و گریف کنند. دیگر امتیازی ندارند، اما زن و کودک در دست آنهاست. سردارم همه‌شان را میگیریم. حاضر اینجا وقت جنجال نیست. همه نفرانی یک دعواییم. بعضا بین دوستان این کار می شود. بس کنید دست یکدیگر گیرید. زود. پیکاس، ما کی دست یکدیگر را میگیریم یا در باور کردن خطا کردیم؟ بهترش وضعیت رو با پیساگور عرض کنیم. شما آروم باشید خانم. زود ناامید نشوید. بازی دوام دارد. احتمال بازینگر رو عوض میکنیم. پرگویی را بس کن. سند را چه خیل میگیریم آن را بگوی. با نجیب سردار زنگ زنید. بر عوض زبان سند طلب کنید. راضی می شود؟ حیات انسان برای او از همه مهمتر است. اگر داند که احوال زبان مثل روزنامه‌نگار ارمنی می شود، نه تنها سند بلکه جانش را هم می دهد. به فکرم پیشنهادی خوب. با این کس کار نداره. نترس بچه جان. خیلی خوب. از کیهان زنگ میزنیم. جایمان را نیابند. سایت و زنگ زن. نجیب یلمز، برای وزی زبان سند. آنها را آزاد کنید. از این دعوا هم دست کشید. تو حق نداری که چیکار کردنمان را با ما بگویی. برای وقت و جا باز زنگ میزنم، وگرنه کله زمین را روانت میکنم. این خوابت را به ها بگوی. تخمینی درست. برای عوض سند زبان. مگر سند رو میدهیم؟ با آینده دولت دخل دارد. این کار غیر امکان است. البته آقای دادستان، البته کار آسان نیست. پس چیکار کنیم؟ نه به زبان و نه به عائله‌اش ضرری نمیرسد. سند را هم نمیدهیم. همان منظره هیچ از پیش چشمم دور نمی شود. جسدی بی جان خوابیده، زیر پای افزالش سوراخ، داد و فیغان زن و کودک. و حتی این عملی است که در تاریخ گذشته‌مان ثبت نشده است. شهروند خود را از عقبش تیغ زدن و با دروغ‌های وطن خواهی و وطن دوستی. سردارم اجازت نمیدهیم که دوباره تکرار یابد. البته اجازت نمیدیم. با اجازت شما آقای دادستان، شب بخیر. شب بخیر. با شما. شب خوش. شب بخیر. قرار کار باشه. تشکر. سردارم هیچ غم نخورید. مسئله رو حل میکنیم. چی شد سردارم؟ خوب هستید؟ سبب غمگینیتون از دست دادن اونها است؟ اصلا از دست ندادیم. حداقل یکیش را. سردارم شما چی ها گفتنی هستید؟ در نوگ نشان بود. اگر میخواستم در همان جایش میافتادم.
лекин натавонистам. کی بودو؟ یا اینکه бале یگید буд. نخود که سردارم. بخیر است. غمگین می نمایی؟ باز با نجیب سردار روبرو شدیم. میترسم که روزی عاقبتی کار بد می شود. یکی تو انتخابت را کرده ای. روزی می شود که یا تو یا او. آن وقت تنها یک راه است. نجیب می رود، یگید می ماند. خواستم که تیر خالی کنم لیکن لحظه اولینی به کار آمدن پیش نظر آمد. نتوانستم. وقتش بلندی کرده است. اگر من می بودم میپروندی؟ دشوار است. دشوار ممدو، دشوار، خیلی دشوار. لقمه رو به هم نمیخوردیم. روزهای تلخ و شیرین با هم بودیم. رفیق جانی بودیم. اما مو رو پرتفته رفت. تو میدانی که او چه حادثه ها را از سر گذرانیده است. معلوم میشد که ما صاحبی کردن نتوانستیم. انا همین دست و پای مرا بسته است. این هم راست است. با بالا توف کنی موی لب، با پایان توف کنی ریش. کاش که با دستی ملکه زولا نزنم. سری مار معلوم شد. راه انتخاب کردهش خطاست. نمیدانم چی کار کرد و چگونه دستی او را گرفت. اکنون او عیبدار است. سردارم همه وقت نجیب ایلمز روبرو نمی شود. یک روز نفری او را سری یک تیر می کند، در جایش می پراند. نمیگوید که یگیت است یا نه. خدا نگاه دارد. باید با او گپ زنیم. هزار گپ می شنویم. سوال دهی، خودش را حق می داند. حقیقت رو گویا او می داند. دیگر کس چیزی را نمی داند. همه چیز رو می داند و نمی داند که با جدول کش خط راست کشیده نمی شود. شبتون بخیر سردارم. تشکر. با زبان گفتن آسان است. سالها با من مثل برادر بود. بارها برای من جانش را در خطر گذاشته است. اینها افسانه‌های کهنه، فکر نکن. الله بیهوده بودنش را نمیدانم. این کار نه آنقدر آسان است. در اصل هممون از یک طرفیم. او خود نمیداند. بله نمیداند. کاش میدانست که ما نیز به وطن خدمت میکنیم. ولی او ما را کدام یک گروهی جنایتکار میحسابد. بله همینطور میحسابد. ما اینجا شب و روز جان میکنیم. البته او بیخبر است. راه ما دیگر است. آنها این را نمیفهمند. نجیب سردار فدایی قانون است. آدم حقوقی است. سالها سر و مینه‌مان را گیج کرد. قانون گفت، عدالت گفت. عاقبت چی شد؟ یک قدم پیش نرفت. نه، یک قدم هم پیش نرفت. ما هم میدانیم که ضد قانون عمل میکنیم، لیکن مجبوریم. در این راه خاطر بینی نمی شود. این را میدانی پیکاس. نجیب سردار دائما میگفت که یکی خرسند شود دیگری غمگین میگردد. بین چه خوب گفته است. بیا دیگر فکرش را نکن. رو خانه دم گیر. چه دانم. انشاءالله دوباره با نجیب سردار روبرو نمیشویم. رو. در آخر یگید را هم به مرتبه رساندیم، ولی او ما را هم فراموش کرد. قدوبرش را برای تو ساز کردم. با تو معقول شد؟
دستتون درد رو نبیند اپای هنر خیلی زیبا شده است. شما رو زحمت دادم. چقدر زحمت؟ تو میدیدی از خورسندی در کرتهشون نمیخونجیدن. آمادگی برای توی عروسی چخیل شاهید ها معلوم شد؟ معلوم. کی میشود ملکه؟ اگر قبول کنن از طرف من اکای نجیب میشوند. شاهید ایگید کی میشود؟ راهبرمان آقای کوبیلای. لبی؟ اوه شما چی خیل؟ اما که نازم کنی این طرفش رو بینم؟ یافتید؟ نخواد. ایسید حاضر می نویسم. شد نوشتم. با شما تشکرم که نازم. خوب است. کی زنگ زد؟ ملکه یک لحظه ممکن؟ مرا ببخشید حاضر میویم. مایلش هیچ گپ نه. هنر پای نشو براریم چی؟ راست میگویی براریم. بخیر است چی شد؟ اما که نازم زنگ زدم. مکانی حسن را یافتند. در خانه بی پرستاران بوده است. نشانی را هم داده. نخواد راست میگی. من باید زود روم. رفته یک بینم. من چی؟ مرا هم راحت نمیبری؟ اپی هنر همین جاند. آنها حاضر برآمده میروند. مایلش. خوب. یک لحظه. زود میام. مرا ببخشید یک کاری ضرورم برآمد. استغفرالله. ای بس پیش از توی سراسیمگی خوب نیست. براحت باش بیگانه نیستیم. بیا این هم باید میبرآمدیم. کارمون زیاد است. باز یک بار دیگر ببخشید. قریب که فراموش میکردم. شب همه یک جای تماشای فیلم میرویم. شما هم بیایید. راست بسیار فیلم خوب. اکای نجیب کار ندارند؟ دارد؟ چیکار کند بیچاره؟ کودک ها مجبور کردن. پلیسی وطن هم باشد آخر پدرشان است. راست مسئولیت دارند. خیر ملکه ما مهربان. شما رو گسیل میکنم. محترم پیسگار، ناکامی های حادثه دیشب مرا به ناامیدی آورد. اگر اسرار سند معلوم شود نه ما در بیرون آواز میبراریم نه شما در داخل مردم را با پا میخیزانید. برای منفعت هممان مجبور هستیم که دشمن و دشمنی ایجاد کنیم. یا سند را گرفته میارید یا مجبور میشویم که مناسبتمان را یک بار دیگر از نظر گذرانیم. آقای ارد کار آنقدر آسان نیست. سراسیمه نشوید. حالا عملیات تمام نشده است. هممان آدمان یک طرفیم. زود نباید ناامید شد. سردارم نجیب سردار درد سرمان شده است. او میداند که زوین در دست ماست. دیشب از پی یگیت شده است. نفسش را در پیش گوشمان حس میکنیم. این خیل باشد نجیب سردار را به نفس میگذاریم. سند را گیرید و پرانید. نمیفهمم چرا اینقدر فکر میکنید؟ مسئله در نجیب سردار یا سند نیست. در اداره کنی عملیات تنقیصی میکشیم. با این چی گفتن میخوایی قراخان؟ عیب داشته باشیم گپ زن تا که دانیم. سین و سال عیب داشتن را گذشته ایم. هممون متخصص هستیم. لیکن در اداره کنی کمبودی داریم و حالا برای بحث این نه وقتش است و نه مکانش. جنابان، کی میمیرد و کی میماند یا اداره کنی کمبودی دارد برای من فرقی ندارد. من سند را میخواهم. انجلیک خیز میرویم. ارد پروا مکن. کار را حل میکنیم. قبلا چند کار را یک جای تمام کردیم. باز حل میکنیم. پیکس به شما ضیافت آماده میکند. کمی استراحت کنید. از وقتی آمدنمون فقط کار گفتیم. با ما استراحت هم لازم؟ برای من هم راحت است. استراحت کنید. وقتی رفتن هم سند با شما خواهد بود. باوری دارم. قراخان تو ایست. بچه ها شما را مهمان خانه میبرند و بعدتر به آشخانه میارند.
یا توبه، تلفنم را در اتاق پیسگار فراموش کردم. اسد، مهمانها را تا بیرون همراهی میکنی؟ تا دیدن. خوش باشید. با فکرم کمی ناراحتی داری. یگان پیشنهاد داری؟ اگر دقت داده باشید نتیجه های عملیات های آخر با راهبری پیکاس ناموفق است. اجازت دهید عملیاتی از میان برداشتن نجیب سردار را من برم. فهما از من پنهانی کار برده ایستاده اید. این خواهش شایان تحسین است، اما پس از آب گذشتن اسب عوض نمی شود. سردارم، از شما وظیفه های عملی انتظارم. میخواهم که دانید دائما آمادم. مطمئن باشید که شرمنده نمی کنم. شما را ناراحت نمی کنم. شد؟ خواهشت را تحلیل میکنم. میتوانی روی. تعقیب کن. از هر قدمش خبر ده. از یگان چیز شبهه دارید؟ سوال نده. هرچی گویم همان را کن. نشانه امه که ناظم داده همین است. بیا در اونده بینیم. سلام علیکم. برای کار با شما. تشکر. ما حسن یورتسیو را دیدن میخواهیم. با او کی میشوید؟ خیش و تبارش. مرحمت به این طرف. رفتیم. آنا در نزد تریزا نشسته است. تشکر با شما. تشکر. سلامت باشید. السلام علیکم آقا جان. سلام. چه حال دارید؟ و علیکم السلام. و علیکم. تو کیستیم؟ نشناختم. نمیدانم به شما چه خیل گویم. از اولش سر کن. اما که حسن، من یگید. چندی سال پیش پدرم مرا به شما امانت داده است. شما مرا به یک میزده داده اید. به یاد دارید؟ یگید؟ بله یگید. من پسری مرد ایوین. پس تو همانی. بیا تو رو به آغوش گیرم. ببین تو رو به یاد آورد. این شعر بچه را بین چه خیلی بزرگ شده است. آرام شوید. آرام شوید. خواهش میکنم شینید. تو هم بزن. یک دور شد که ما شما را میکابیم. بچه مرا اینجا تنها آورده موندن. دیگر نفری هم نمونده است. پایم به لب گور رسیده است. پروا نکنید عمه حسن. ما هستیم. پرس بچه. عمه حسن، من از شما یک چیز پرسیدنیم. هر چی که میخواهی بپرس بچه. عمه حسن، پدری من زنده است. سردارم، من نفهمیدم که قراخان امروز در مجلس چی گفتن خواست. ما را در نزد دوستان عاجز نشان داد. لیکن او حق بود، اما جایش نبود.
ولی حقیقت را گفت. اگر از من کم شبهه داشته باشید آمادم که وظیفه را دهم. تنها انتظار سخن شما. لیکن قرخان در نزد همه مرا پس زد. مرا در پیش شما ناهوده برا گفت. به این اهمیت نده. احوالمان تنگ است. به این خیل نافهمی ها حاجت نیست. حادثه را فراموش کن. نافهمی بین قرخان نمیخواهم. تو کارت را کن. سردارم ببخشید. به تلفن جواب دهم. الو؟ قرخان حاضر در نزد ساحل است. چی فرمان میدهید؟ تعقیب را دوام دهم یا نه؟ دوام ده. من هم به آنجا می آیم. بخیر. کی است؟ تیاری برای ضیافتی که به عرض فرمودید. با اجازت شما من باید روم. اما که حسن مرا میشنوید؟ زنده است. پدری تو زنده است. شما میدونید تو در کجاست؟ اینش رو نمیدونم. بعضا آمده میرود. یگان نشانی نمانده است؟ نه. می آید و خبر میگیرد. ای دریغ. به شما کارتم را دهم به او میدهید؟ میدهم بچم، چرا ندهم؟ مرحمت این کارت من. خیلی خوب. خیلی خوب. این دختر همسرت؟ بله همین خیلی. یگید من یک لحظه می برایم. مهلا جانم. کو گپ زنید اما که حسن؟ در کجا؟ در آنجا نشسته است. نیم ساعت شد که در آنجا. الو چی گپ شد اتنا؟ حاضر ما در نزد نفری هستیم که یگید رو شناخت. میگوید که مرد ایوین خبرگیری می آید. به فکر من او را می یابم. خیلی خوب. از پایش باش. فهمیدم. تلفن رو خاموش میکنم. خیر. خسته می رود. از پایش رو. این آدم دردی دارد. باوری دارم که دردی دارد. یک بینیم طبق گفته هایت باشد معلوم می شود. ملکه تو کجا شده؟ من در اینجا ریشه دواندم. من آمدم. به فکرم این آدم مسئول همین درگاه است. من رفته گپ زدم. به نزدیکی آمدم. آنها خواهش کردند که به نزد حسن گسل کنم. سلام. به گمانم شما مسئول همین درگاهید. مرحمت بفرمایید. نزد عمک حسن نفر زیارت می آید. شاید در دفتری ثبت نامشان باشد. من از زیارت کننده خبر ندارم. تو باره دیده ای؟ نه جناب مدیر. من آنها را پیش در اینجا ندیده بودم. چه خیلی نامد از آخر خودش گفت. یگان شیرینی داده؟ چه خیلی شیرینی؟ پس شما عمک حسن را نمیشناسید. یعنی چه خیلی شما چی گفتنید؟ با من بیایید. رفتیم. گربه زیبا، گربه زیبا. عمک حسن ببین اینجا چیست؟ شیرینی بوده است. اگر که بدنم را گویی یک دانه میدهم. نزاحت؟ تو نزاحتی؟ پس این کیست؟
پدرم آمده است. دستت را ده بوسه کنم. خیزید امک حسن، شما چی میگویید؟ دیر امک حسن. امک حسن یگان بیماری دارند. بیماری دارد. حافظش پریشان است. بعضا به یاد می آورد و بعضا نه. و بعضا همه را آمیخته می کند. پس به سخنش اعتماد نیست؟ احوال امین. به فکرم واخوری دارد. کی را انتظار باشد؟ یک ماشین دیگری آمد. این ثابت نیست؟ حتی خاین وارد شده است. معلوم شد که قراخان با کتی است. دلم گواهی میداد که او خیانتکار است. مثلا؟ به جای شاه شدن میخواهد. من هم شبهه داشتم. با نقشش مرا نزد پیسگار پس کرد و خود را شیرین کرد. پس حالا چیکار کنیم؟ کمی ایست. صبر کن. ناامید نشو. پدرت را میابیم. چند لحظه پیش امید داشتم که نهایت او را مییابم. مدیر گفت که حافظه‌اش میرود و میآید. شاید به یاد دارد. تسلای بیهوده است. حافظه‌اش درست میشود و به یاد میآورد و بزرگ نمور. زود ناامید میشوی. چیکار کنم؟ من همین خیلی بیروزی و بی تقدیرم. این خیلی نگو. حالا میبینی میابیم. تا اینجا آمدیم. اکنون آسان‌تر میشود. الها گفته ای تو شود ملکه. سردارم نآمد؟ نآمد. خبری مهمی دارم. سند در دست نجیب. برای مبادله زیرین را میدهند. نجیب را بدان میگیرند و میکشند. راست میگویی؟ برای مانع عملیات شدن وظیفه را از پیسگار طلب کردم، اما نشد. پیسگار حالا مرا به کلی باور نمی کند. سردار را باید بینیم. زود باش. زنگ زن. خاموش است. جواب نمیدهد. هر قدمی ماندهش را و هر مکانش را گزارش میدهی. من باید روم. اره تو انجلیک را ضیافت میدهم. فهمم. الو انجلیک؟ از مهمان خانه برآمدیم. سوی طرف خانه روانیم. شد. بچه ها با شما یند؟ بله همین جایند. من می آیم. در آنجا وام میخوریم. مایلش. سردارم، آدمی دویون با زنی از مهمانخانه برآمدند. فهمم. دو تعقیب را دوام ده. کجا رفتنشان را دانستن میخواهم. فهمم سردارم. خبردارتون میکنم. شما هم میآیید؟ کنی فهم اینها کجا میروند؟ اگر امکان شود یک دو سخن کنیم. باز نمایشتون را میکنید سردار؟ نمایش نه، عملیات میگذرانیم. تو جای عملیات را ببین. فهمم سردارم. به صبرانه انتظارم. و شما جایشون را میگویم. دادیدن. سلام، خوش آمدید. خرسند کردید. خوش آمدید. تشکر. شما هم خوش آمدید. مرسی. خوش آمدید. اوه همه آمدند.
اینجا خوش نیستیم، آمدید. در اون درایم. مرحمت کنید. مرحمت بذارید. در اینجا همه آمادند. پس 2 نفر بازی تشکیل کنیم. میدان هم آماده. ایست سر نکنید، حالا ستاره بازی آماده است. در کجاند؟ سردارم، به یک آشخانه زیبای لبی بحر آمدند. همه هستند. در عقب کایا و هزیرول، در بین پیکاس. زرخریدهای خارجی چه حال دارند؟ با آنها 11 نفرند. ممدو، اسلوب مرا تو میدانی. رای بهترین محافظت حمله کردن است. سردارم، میدانید که من مردی اطاعتکارم. اینجا انتظارم. و راحت باش ممدو. لباس را آماده کن، میآیم. انجلیک، این بحر در پیش زیبایی شما حیران. تشکری زیاد. خجالتم نده. خواهید چی سفارش دهیم؟ البته ماهی میخورین. البته. پیکا سفارش را شما دهید. مطمئنم که مزه شناسی. تاریخمان هزارها جنایت‌های وزدین را یاد دارد. عجبا، کسی چیزی نمی‌پرسید. هر روزنامه‌نگار و یا مردان باناموسی که پی تحقیق و آشکار نمودن آن شده بودند، همه‌شان قربان گردیدند. یکم می سال 1977 در میدان تقسیم صدها هزاران جمع آمدند. از 3 کنج میدان تقسیم با پرچم‌های پرافشان اولین همایش عدالت‌خواهی سازمان دادند. قاتلان همان روز رسا ساعت 19 به سوی مردم جمع شده تیر خالی کردند. 34 نفر هلاک و 126 نفر زخمی شدند. نوکران مرگ به جنبش درآمدند. 16 مارس سال 1978 هنگام برآمدن دانشجویان در دانشگاه انفجار تشکیل کردند. 7 دانشجو هلاک و 41 نفر زخمی شدند. پروکورور فایق تریمجی آغلو مسئول کار تعیین شده بود. در استانبول 2 خط کننده کالج خارجی با اتهام 97 کشتار، 100 زخمی و زیاده از 20 دزدی گناهکار دانسته می شدند. یکیش به خود تخلص ایوان انتخاب کرده بود و دیگرش باشد کمبور. هر دویشان در زد خود کشته می شوند. مقصد اساسی ما یافتن قواهایی که جوانان را به این وحشانیت می کشند. لیکن از سبب جنگ و خونریزی وقت و امکان پیدا کرده نمی شد. طرف بدی کار این است که تشکیل کنندگان این کار، قاتلان پس پرده، عملشان را حقانی می شمارند و خود را از مردم می دانند. خود را محافظ و مشکل کشای مردمان معرفی می کنند. خیلی شد که پسرم را خبر نگرفتم. بسیار ناامید شدم. لیکن با شعر خودم را اثر نو تسلی می دهم. نوشتم بر سرت هرچی آید هم هرگز ناامید مشو. همه درها بسته شوند هم دری پنهانی، دری امید بازگشاده می شود. تا حالا نمی بینی در تنگی ها باغ‌های جنت زیادند. من می دانم که روزی به مثل من بسیار فرزندها پدرهایشان را می یابند. آن روز البته نزدیک است. بله، نزدیک است. بله، نزدیک است.
آقای آراد، در اینجا وضعیت خیلی پیچیده شد. همه قوه ها را برای مانعه پیشروی استفاده کردیم، اما نشد. مردم با عقل شده است. استفاده بردن نمیتوانیم. در منطقه پیرو لازم است. راست میگویی. تا آنها به خود میآیند 100 سال دیگر کشور را اداره میکنیم. راست. برای همین مردم را به کوه برآوردیم. آنها را مثل قهرمان ها وصف میکنیم، لیکن نتیجه دلخواه نمیگیریم. من خودم به اردوگاه رفته دستگیری کردم. در همه جا صلح را محو کرده ایستاده ایم. میگفتن که کایامینیک سازمان ندارد. این خیلی نگویید. در این کشور چه سازمانی تشکیل شده باشد، من اصول نظریوی کردم. در بنیاد سازمان چپ تا پل باشد، نقش اساسی را من بازی میکنم. برای صاحب همه قوه های سازمان شدن تا پل نقشه قتل 3 جوان را من کشیدم. دنیز و ماهیر شخصانی صمیمی بودند، اما به ما خدمت نکردند. شما بغیر از کار گپی دیگر ندارید؟ آقای کیا پرهیجان است. از 1000 میسازد و دست فشانی کردن را بر زیاد دوست می‌دارد. شما او را همیغ قبول کنید. پرهیجانم، اما با امیدم. امیدهای والایم را باری هم از دست ندادم. در اصل امروز کمی غمگینم. روش کمی خطرناک است. من بعضا به جای دولت فکر میکنم. برای همین افکاری والا دارم. من هم در روی خط سیاهم. امروز پگاه میگیرند. از حاضر با دوستان روزنامه‌نگار تماس دارم. باید اعلام کنند که این شخص جراح مشهور دنیا است. پروا نکن، برادران غربی تو را تنها نمیگذارند. اگر لازم شود سابق رئیس جمهور هم امضا میکند. سردارم خوراک میخورند. بیا رفته با آنها اشتیای تام عرضه کنیم. به خدا سردار، اشتیای تامگویی معقول نیست. در سیلیوری آشخانه خوبی است. اونجا رویم چی؟ نصیبشون چی که باشد همه را میبینند. میبینی که روز اجلشون میرسد. کنی بیا رفتیم. چرا شما اینقدر خواب آلودید؟ این را هیچ نفهمیدم. تنها من حرکت میکنم. کیا جانم خوب هستی؟ آش شود. و تو یاد ندادن که در دهان لقمه باشد سخن نمیکنند. باره هم آداب معاشرت ندیده ای؟ آها که ها تشریف آوردند. مرحمت شنید، همراه خوراک خوریم. خوراکای شما به معده ما راست نمیآید. نشست ما هم اشتهای شما را میگریزاند. کایامینی کمر را سر کرده است. ما نکنیم نمیشود. دو سخن میکنیم میرویم. این جناب رو نمیشناسیم. شناس کنم؟ نجیب سردار، نور چشم شعبه امنیت. شما یک سخنی دارید. با چشم احتیاط شده چنگ می‌دراید. خیلی شدم. برای خرسند شدن سراسیمه نشو. حالا ما را نمیشناسی. ببین، به پدر و مادر ماندند، لیکن به ریسک نماندند. از کجا یافتند؟ اینها از خنکی می‌لرزیدند. حتما در گشاده می شود، ولی نه برای من. با جوانمرد شکایت نمی‌زیبد. الله با بنده جور و ظلم نمی‌کند. بنده بر خود ظلم می‌کند. میگویی که خودت رو نسوزانی، از خدا امیدت رو مکن. با اراده باش و صبر کن. تو قصه حضرت یعقوب رو نشنیده ای مگر؟ شنیده بودم، لیکن برای باز هم خوبتر فهمیدن از شما شنیدن میخواهم. یوسف را در دیار کنعان گم کرد. یوسف یافت می شود، کنعان هرگز. یوسف پیغمبر در کجا گم شده بود؟ کی و از کجا پیدا شد؟ با سوال هایی که به جوابش طاقت نمی کنی نپرس. بار حقیقت و ترک آن وزنین است. انشاءالله طاقت میکنم. شما اول قصه را نقل کنید. یعقوب علیه السلام پسرش را گم کرد. برادران زیباگی او را قبول نکردند و به چاه پرتافتند. نادرست نفهم. آنها هم فرزندان پیغمبر بودند. آخر خیر. حضرت یعقوب بار امیدش را نکند. دایم دعا میکرد. از گریه چشمانش نابینا شد. یک مرتبه بویش رو حس میکنم گفت
بوی یوسف هم در آخر رو دیوانه گفتن، لیکن او ناامید نشد. تا آخر منتظر بود. عاقبت وا خوردن مگر؟ شما با من همین را گویید. اینقدر دعا و اینقدر عشق به جواب میماند مگر؟ دیدار نباشد. یعقوب شدن و عشق چشم ریزاندن چی معنی دارد؟ قصه همه یوسف ها و یعقوب ها یک خیل نیستند. مثل حضرت یعقوب و یوسف شدن دشوار است. هیچ نباشد در راه آن نهل شو، وگرنه حقی سریع بندی نداریم. فهمیدی؟ انشاءالله فهمیدم. این عکس ها را در یاد دارید؟ قسم میخورم که بار دیگر اجازت نمیدیم که در این کشور چون این عکس گیرند. خوب نجیب سردار، این به من چه دخل دارد؟ صدای درونم میگوید که ارتباط دارد. شاید صدای درونت خراب شده باشد. گوش کن. رسم و ویران کنی اساس شما کرم ها می باشد. شما زیان میده آدمانی لب سرفه اید. کی بودن مهمان هایتان را هم میدانیم. ما اینجا با مهمان های ما خوراک خوری آمدیم. این چی بیادبی است؟ ما کی بودن مهمان هایتان را هم میدانیم. از دیار لبنان زحمت کشیده تشریف آوردن. نجیب اشتها را کشتی. شما اشتهای کشور را کشتید. با عقلانه یک جا شنید. راهبرها را عملیات های طبی نمی کردید. PKK را من بنیاد کردم گفته قدم ها نمی گذاشتید. کوشش وارد کردن دختران را با میان جوان مردان کشور نمی کردید. چه ها میگوید؟ آقای عرب بیهوده است. نجیب رو از اینجا. آشخانه برای مردم. من هم در طعام نامه‌تان هر چی بود پیشکش کردم. مرحمت از این سر کنید. این خیلی جایها برای تو نیست. خیلی او را قبول کردند. شکر که برای ما نیست. اما دو لقمه میابیم که به خانه امان بریم. شکر بارق جبینمان. با آن مبلغ اینجا چیزی خورده نمی شود. آقای قبیله، تو تلفن ما رو به فکرم نداری. شاید لازم می شود. میبینی که در ما چیزی داری برای داد و گرفت. تشکر زیاد. به نظر میگیریم نجیب سردار. خیر با ما جواب. خوش آمدید. انشاءالله استانبول رو دوست داشته اید. منظره رو خوب نگاه کنید. وقتی رفتن در یادتان ماند. بار دیگر اشتیایتان. رفتیم اندو. سردارم دستی مبارکتون رو دهید بوسه کنم. اسمیم دو چیکار میکنی؟ مرتبه دیگر با خود کامera میارم. برنامه طرز گل زدن رو میکنم و 1000 لیره میفروشم. شد بس کن. فکر آن را کن که زمین را از دست آنها چکل گیریم. با خدا شما برای آن هم حتما فکر کرده اید سردارم. تنها رفتیم گوید و خلاص. پس بیا رویم. این احوال را بینیده یک کارمند عادی ما را گل زد. اشتهای ما را کشتند. ما آدمان بابرو را حقارت کردند. خیلی که میبینیم قوای بطریه شما تمام شده است. معلوم شد که از این پس ما برای خود همکاری پیدا کنیم. همین فکرتان درست است. این نگویید. این مرد آمده تمام افلاسی هایتون رو نمایان کرد. مثل زاغ پرکنده شدید. گفته هایش راست باشد باز بسیار چیزها را میداند.
پس به نزدیکی مکان شما معلوم است. ضرب المثل انگلیسی است. برای 2 قدم ماندن 1 قدم باقی باید ماند. خود خودش خاموشی پیش از طوفان. شما سال 2011 را بینید. قیامت چگونه قایم می شود تمام جهان می بیند. برای تروریست هایی که صلحگویان از کوه می فرایند نقشه ها دارم. به شهر و محله ها می درآیند. پلیس خودش صید شکارچی می شود. میگویند که کاش که جنگ در کوه دوام میکرد. کوچه های استانبول از کوه های گدر بدتر می شود. آنها دنبال تروریستان شهر می شوند و ما از این غوغا خلاص می یابیم. ای خدا، همه جایم افلاس شد. پروا نکنید، این نجیب سردار امروز یا فردا سفر دارد. حاجت فکر کردن هم نیست. اشتها هم نماند. خواهد میخیزیم. میخیزیم. تو اینقدر زیبا هستی. هوا هم خنک شد. برای آنها خونه چه کنیم؟ کنه با پایان رفته بین یکم قطعی هست؟ مایلش گذر بجایت. کشا بندشان را. اما پیکاس میگوید که کشا گفتم، گپ نزن. ببخشید. اکنون بیرون برو. مرحمت گیرید، کمی غذا خورید. چرا با ما چنین رفتار میکنید؟ آخر ما چیکار کردیم؟ میدانم کار نکرده اید، ولی باید همین خیل شود. کمی دیگر صبر کنید. باز چقدر ما را اینجا نگاه میدارید؟ یگان مانع نشود، امشب آزاد میشوید، لیکن اول سند را باید گیریم. خواطر نشوید. اگر من همین جا باشم کسی به شما دست نمیرساند. امشب از تو یک چیز میخواهم. چی بوده است؟ از نام من و از نام ایکت کار میکنی. نجیب سردار رو میکشی. با جان و دل بگوید که در کجا و کی. من به تو زنگ میزنم. یگید پروا نکن، او در نزد من میشود. کارت را به حضور اجرا کن. نفر را روانت میکنم. فهمو، انتظار میشوم. اگر گویم که این فرصت رو کی ها باز انتظارم دروغ نمیشود. آماده است سردار. این آهنگ را به عطیه نرسان. به او سلام بگوی. فهمو. یگی در کجاست؟ در درون، کمی پیشتر آمد. اکنون زود برو. با اشتیای تام برای ما نیست؟ دیگر نمان، ببخش. کار داد و گریفت را امشب میبینیم. آماده ای؟ همیشه. به شما گفته بودم یگان ضرر نمیبینند. سند را که گرفتیم آزاد میشوند. البته اگر به پلیس چیزی نگویند. راضی هستید؟ من راضیم.
الو گبزن سایه قرخان از خانه برآمده باز به همان جایش آمد. کسی انتظار است؟ باز همان ماشین شناس. فهما تو تعقیب رو دوام ده، من هم میبرایم. جگید یک کاری عاجل برآمد. تو با اینها باش، در مکان دادگیری وا میخوریم. فهمیدم، تو آسوده باش. ها من اومدم. دادا کنه بگو. دادا جانی من پس سینما میرویم. رفته ایستاده این بچه؟ یک فیلم جنگی بوده است. چی خیلی جنگی؟ فیلم عشقی است. به خدا من این چیزها رو نمیفهمم. با من معقول. پس این شب را با محبت میگذرانیم. چه خیلی عشقی دنیا را آدمان یوهانی زیر کردن. بچه هم ببخش، از حاضر من رو بهوش کردی به خدا. سردارم من با رانو میروم. فیلمی عاشقانه در نزد ما حاجت سینما نمانده است. این خیلی نگیره که نجیب. زود را گرد، دیر میکنیم. زود باشه، دیر میمونیم. ماشین رو خودت رو. با جان دیل. باز همان ماشین. باز با ثابت وا خورد، برای همین اینجا اومدیم. باورم نمی آید. اکنون باور کردم درست بوده است. این آدم کیست؟ به چشمم باور نمی کنم. در حقیقت چی درست بوده است؟ این مرد ایون. مطمئن هستی؟ این چهره فراموش نمی شود. این مرد ایون. کیها بازی میکنن میدونی؟ من هم نمیدونم، لیکن همه میگویند که فیلم خوب است. ای دادا چیپته ها رو کی میگیرد؟ با فکرم چیپته ها رو زن من میگیرد. چخیل میشود؟ مرد خانه ایستاده است کو. اپای هنرمند میگیرم. بگذار نمدو گیرد. با من کولا گیرید. من پاپکورن میخوام. شما کلون ما هستید، شما پیش دروید؟ نمیشود. علاقه شمشیر رو کشیدی، دوباره به غلاف مانده نمیشود. مرحمت، تو به خزینه رو. مرحمت از این طرف. یعنی زودتر؟ چند سال گذشت اما همان خیل دیگر نشده است. قامتش راست است. به جایی در حبسخانه بی پسد باز قوه گرفته است. سردارم تمام شب تو را جستجو کردیم. در مجلس سخنهای مهم گفتند. چی بود است اینقدر مهم؟ امشب در دادگیری به نجیب دام گذاشتند. هم سند را میگیرند و هم نجیب را میکشند. کار کرده مانع عملیات شویم. با نجیب خبر داده؟ در کجا بودنش را میدونیم، لیکن روزگی شما را انتظاریم سردار. زود خبر دهید. فهمو سردار. قراخان، این آدم ها خطرناکند. کسی از تو شبه ندارد؟ از چهرهشان نمودار نیست سردارم، لیکن آنی را که پیکس میگویند زیرک است. بله، از او احتیاط باش. نزدیک خودش رو به استحاله از پشتش با کارد میزند.
من نزد پیسگاه رفته از وضعیت او را خبردار کنم. تو با نجیب جای واخوری را تعیین کن. بعد گرفتن سند با نجیب چیکار کنیم؟ من همه آمادگی ها را کردم. همه‌شان را در هوا پاره پاره میکنیم. نجیب، ممدو، زوین، آیله‌شان، همه‌شان را. با یکی چی میگویی؟ جنایت را از ایکت میدانند، از ما nemidanand. Evet ama... Söyleyin. Biraz hızlı çalmadınız mı? Evet. Normal temposunda mı duymak istiyorsun? کجا رو نگاه میکنی؟ فیلم در اون طرف. میدانم تو از فیلم زیباتری. میدانم. گپ نزنید. آرام آرام. نجیب خوب نرم. 5 دقیقه دیگر زنک. خدایا توبه، اینجا خوب کنی آمدی مگر؟ زنک من یک رفته دستورایم را شستایم. Reis, mengene lütfen. Raflar için. خبرها بد است و ما یک بار خوب شیرین نیست. عادت کردم. این موضوع خیلی مهم است. حیاتت زیر خطر است. دقت جلب نشود. گوش میکنم. از دستگاه ها دورتر باید باشی. مرگ اسب از جا باشه چیکار کنیم؟ چگونه می شده است؟ امشب هنگامی دود و گریفت را به دام افکندند. دقت دی حیران نشدم. سردارم پیکاس آمد. در آید. داد و گرفت تمام شد. گرفته سند را. سردارم وضعیت متشنج است. چی بوده است؟ مر ایوین را دیدم. تو چی ها میگویی؟ در کجا؟ کی؟ کمی پیشتر و حتی همراهش کی بود پیکاس؟ کی بود؟ قراخان هم بود. چی گفتی؟ قراخان نفری از ایکتی بود است که با ما همراه شد. راهبر ایکت موافق گفته شما برآمد. قراخان را تعقیب کردیم. در یک بیابان با مرد ایوین واخورد. نقشه هایش چیست میدونی؟ هنوز نمیدونم. پس از این فهمیدن دشوار است. اول سند را میگیرند. آنها خیال میکنند. این سند به آینده کشور دخل دارد. به آسانی گرفته نمیتوانند. این فقیر هم به آسانی جانش را به نامردها نمیدهد. امید نانی فقیر است. شما یگان نقشه ای دارید البته. راحت باش. همه وقت نقشه بی هست. فیلم عجایب خیلی عجایب بود. خیلی فیلمی خوب بود است. تو کجا شدی؟ قسمت اولش تمام شد چیزی ندیدی؟ از برای خودمان زند. حاکم توپی زده ما را حساب نمیکنه. خیلی خنده آور. اپای هنر ترک یادت امری محال. به تو معقول شد؟ این فیلم با من بسیار معقول شد. دخترم چی شد سردارم؟ بخیر است؟ کارمان هست. باید زود برایم. اپای هنر چی؟ نزدشون بچه ملپرین است. بچه کلام. هیچ گپ نیست. دفعه دیگر تماشا میکنم. شما پنهانی در چی باره گپ میزنید؟ یک کاری عاجلی برآمده است. زنک ما عاجلا باید برایم.
تو باشی رئیس میشوی. همه به تو امانت. در فکرشون باش. فهمو دادا خاطر نشوید. تو دیدن. کاری این آدم تمام شوی ندارد. من هم هیچ نفهمیدم. میرویم اپرم. رفتیم نوربانو. رفتیم. چی احوال داشت؟ مویش سفید شده است. از پیشتر دیده جوانتر می نماید. به قوت و بردم شده است. پس قرخان آدمی هاست. این عملی خاصی مردیوین است. تا پیش بینیمان آمده است. ما چی کار میکنیم ها؟ چی کار میکنیم؟ ما خام میرویم. چی خیلی این آدم نمرده است. به حبسخانه مرگاوری خارج روان کردیم. در آن حبسخانه چی خیل نمرده است. چی خیل برآمده است. پیکاس چی خیل سلامت برآمده است. چی خیل گپ زد. آرام باش سردارم، آرام باش. وقتی آرام شدن است مگر. پیکاس بیرون برا. سردارم بیرون برا. پیکاس رفت کارت را انجام ده. برا. لعنت به تو نامرد. زنده است. من از تو چنون قصدم را گیرم که مرگت با دستی بچه خودت یکیت باشد. همه آماده است. چی شد؟ چرا این دفعه غمگینی؟ هیچ گپ نه. انا آمدند. وسایط امنیتی مکمل است. یگان سبب نمیخواهم. اما تیار. وعده داده که به او و عائله ضرری نمی رسد. در وعده امان می ایستیم. ایکات با داد و گریف خلل رساندنش ممکن. همتون هوشیار باشید. اطاعت سردارم. مرد و عائله‌اش رو دیدن میخوام. از اینجا منظره خیلی زیباست. خوب است؟ همه ما خوبیم. التماس ما را از اینجا خلاص کنید. کمی دیگر طاقت کنید. میبینی که آدمی خوب است. اکنون سند رو بیده. داد و گریف سر شد. کمبودی نیست. نگفته بودم حیات انسان برای نجیب سردار از همه مهم است. جای نازک او همین است. بچه ها یگان کمبودی نیست؟ نیست سردارم. همش موافق نقشه است. از این پس تو هم گناهگار است. این رو میدونی؟ من پوستی تو رو در شرمگاه هم میشناسم. بیهوده نام ما را سایه نمانده. شاید برای ناآدم بودنت یا اینکه تو رو چون آدم حساب نمیکنند. آفرین به تو. آفرین. وای از توست. بچه جونی من. فراموش مکن. تو هم از منی. معلوم می شود که از این پس تو مرا بینی نمیگریزی. خرسند شدم. سلامت باش. تشکر زیاد. پیکاس
уқобалона даромад. интизори хабари туям. медонӣ бояд чӣ кор кунӣ. ҳадафро аз даст наде. фаҳмидӣ маро? то рафтани шумо меистам ва баъд бо мошинаш метарконам. фаҳмо. хеле хуб. بخیر است سبب خنده تو با این خرها گوشت خر قربانی کردی. نجیب سردار زنده باشی. تو این رو چی خیلی فکر کردی؟ شاهد نکاح هم دیگر کس می شود. نجیب سردار همه‌شان را احمق کرد. چی خیر؟ با جای سند کتاب افسانه ها را برایشان فروخت. غمی دیگران را نخور نجیب سردار. از این پس یکیت به من امانت.